روز 5 می که در کشور یک روز ولسیپدرانی اعلان شده است، در این شهر صنعتی کشور نیز روز ولسیپدرانی با اشتراک وسیع ساکنان گذرانده شد. این اقدام در دوره روز جوانان که همسالات در ماه می تجلیل می‌گردد از سوی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده است. حالا ولسیپدرانی در تاجیکستان بیشتر خاص آنها است که در فکر بهبودی سلامتی خود هستند و آنها هم اکثرا تنها بعد از کار و یا در وقت خالگی خود دوچرخه سواری میکنند. در این روز شروع از خواننده‌های مکتب و دانشجویان تا کارمندان کارخانه و تشکیلات بدون ماشین با دوچرخه به راه برآمدند. باید گفت که این اقدام اختیاری است. هر کسی دسترسی به دوچرخه دارد میتواند به آن به راه برآید. هدف رشد دوچرخه‌رانی در کشور و جلب توجه مردم به آن است. این یک واسطه است که هم خراجات را کم میکند و هم به سلامتی انسان فایده آور است. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم بین نسل نوروز بین اهالی در مرکز شهر تورسونزودا در میدان به نام شاه اسماعیل سامانی صبح بر وقت مشق‌های پگوی روزی با اشتراک بیش از 700 نفر راهبران کارخانه و تشکیلات‌ها، راهبران مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسونزودا، جوانان، دانشجویان و ساکنان شهر مشق‌های پگوی روزی دایر گردید. چهاربینی یک روزی ولسیپدرانی با اشتراک بیش از 700 نفر دوچرخه سواران یعنی که ولسیپد سواران برگزار گردید. اینچنین به خاطر عمومیت این نمود ورزش تمام راهبران کارخانه و تشکیلات، کارمندان کارخانه و تشکیلات توصیه کرده شد و امروز در حدود شهر ساکنان، جوانان و راهبران کارخانه و تشکیلات، کارمندان کارخانه و تشکیلات از دوچرخه ها استفاده نموده یک روز ولسیپدرانی رو در سطح بلند دایر میکنیم. کارمندان شعبه جوانان و ورزش شهر تورسونزادا میگویند که هدف از این اقدام هم عمومی کردن ورزش نمود ولسیپدرانی و ترغیب طرز حیاتی سالم میباشد. نقش است که دوام روز در دوره روز ولسیپدرانی در باغ فرنگی، فراغتی و گلگشت‌های شهر ساکنان به طور وسیع به این نمود ورزش جلب کرده میشوند. گزارش خورشید علیمون فیروز میرزایف از شهر تورسونزادا برای برنامه اطلاعاتی نوید.